معاون، قول بدم دیگه به تخم مرغا نزدیک هم نشم. تو از این قولا زیاد دادی، ولی من فعلا با تو کاری ندارم. میخوام برم برنامه بعدی رو ببینم. برادرزاده معاون. عجله کن دیگه، تمیشکار زودتر برسون. من یه کمی اسانس خرمالو اضافه میکنم که خوش عطر بشه. یه دقیقه صبر کنیم ببینم شما این دفعه دیگه دارین چی کار میکنید؟ کاری نمی کنیم و فقط میخوایم یه ظرف شربت بهاری تمش درست کنیم جناب معاون. خب بر طبق قوانین این نایک میباید توسط یک مقام مسئول آزمایش بشود، یعنی بنده. بنابراین باید این ظرف شما رو به زندان ببرم و امتحانش کنم ببینم چه مزه‌ای میده. خب امتحان کنم. چه خوشمزه است. اما معاون، ای وای توی برادرزاده عزیزم، چه کار خوبی کردی که اومدی. اومدم امشب پیش شما بمونم، میتونم؟ البته چی میتونی، اینجا خونه خودته. بیا حالا برو تو خونه درختی به بچه ها بگو بازم از این شربت تمش درست کنن، چون باید امتحان کنن. آهای بچه ها زود باشین بازم شربت تمش درست کنین، معطل نشین. من شربت تمش رو خیلی دوست دارم. وای خدای بزرگ، دیدی سر معاون بیچاره چی اومد؟ از بس از اون شربت بهاری تمش خورده آب رفته و کوچولو شده. به نظر من تو زیادی اسانس خرمالو بهش اضافه کردی. قبل از اینکه وضع از اینم بدتر بشه بهتر یک کاری بکنیم. وایسا ببینم. ما فقط میخوایم بهت کمک بکنیم. ولم کن. معذرت میخوام ولی مجبور اینجا بمونی تا ما یه فکری راجع به تو بکنیم. آخ زد رو میخته پام. درسته که آب رفته ولی کاراش اصلا عوض نشده. خوبه که همهشون نخورده ولی الان کاملا ناپدید شده بود. یه دقیقه صبر کنیم ببینم بعد زود اون شربت رو بزنین همون جایی که بود. هنوز امتحان کردن تموم نشدی. خیلی عجیبه ماسکی دوباره برگشته به حالت عادی. من میگم مسئله این شربت باید از بین رفته باشه. خیلی ترسیدم، فکر میکردم اسانس خرمالو اون بلا رو سرش آورده. اونجا رو مثل این که بازم از اون خورده. میدونی من بدجوری برای جناب معاون نگرانم. وقتی همه اون ظرفو بخوره به قدری کوچیک میشه که دیگه امکان نداره برگرده به حالت عادیش. بهتره تا بیدار نشده بریم اون ظرفو ورداریم بیاریم. خدای من تو قطره آخرشو خورده. ماسکی نگاه کن. اوه نه اون تنها چیزیه که ازش مونده، در واقع کاملا از بین رفته. اگه فلاکت تو رو از بین نبرد شربت تمش کلک تو کند و اسانس خرمالو. درسته. خدای بزرگ روح کوچیک شده معاون. خدای بزرگ حالا برگشته به اندازه معمولیش. یه دقیقه وایسی ببینم بعد جنجا اونجا رو نگاه کن. باورم نمیشه 2 تا معاون. من دوتا نیستم، اون برادرزاده کوچولی من آلبرته، تو خواب را میبینی. برادرزاده توه؟ یالا برگرد تو تخت خواب آلبرت کوچولو.
راستی شربت بهاره تمش که شما قانونا آزمایش شد و هیچ اشکالی نداشت. در واقع من تصمیم گرفتم تولید این شربت خوشمزه رو خودم شخصا به عهده بگیرم. زودتر تمش برسونین. و حالا مأمور معروف قانون معاون کلانتر با شما صحبت می‌کند. دوستان خیلی اصرار دارن که من چند کلمه‌ای با شما صحبت کنم. به هر حال تصمیمم. آخ دست بام. آی وای. مطمئن باشین با یه برنامه کاملا جدید برمیگردیم. شیطون حالا دیگه منو دست میندازی. فرار کن ماستی. معاون ما که عمدن این کارو نکردیم.